گداریا رادیو تزش موسکوی دکن سلاف و دم و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اون کارن ببین تورا اینترنتی بوی ناونی شانه مالپر آریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 15 جتمهیه گداریا دنگو بحث دفتیه کی بکن تفگیر آزادی کردستانی داخواست کرد پیشمرگی گریلا و شروان پیورو بجداری تشاری موسولی دا بکن. چهارشنبه 12 جوتمه تفگیر آزادی کردستانی بونه در بازبون ساله که بسیارش کارخستان پارلمانتوی کردستان الباجاری هفلیری کنفرانس روزنامه‌نوانی دارخست. بردف که تفگیر آزادی کردستانی طاهر حسین سرنوی تفگیری داخلی خواند و راگیاند. افرافشانها باشوری کردستانی تیرا در باز دبه بیوستی به یک همو آلین سیاسی باشوری کردستانی شف نزدیک ببن. دکو بکارن چراسری بو رفشانها ببینن و پرسگری کن چرا سر بکن. در حسین هر داخیا کردن اشکار خستن پارلمانتوی باندور که خراف سر تفگیر سیاسی و جیانا شهرستانی یا خلق الباشوری کردستانی هبیه و پیوست پارلمانتوی کردستانی واره اکتیف کردن. بردف که تفگیر آزادی کردستانی بحث اپراسیون کنترل کردن مسئول جکر او گفت نه هیزن عراقی مجلی آماده‌کاریانن و اپراسیون کنترل کردن مسئول دست پی بکن. امجی دخواست دکد که هیزن کردی و که پیشمرگه شروان و گریلا و که هیزه که هفبش یا کردی و دجیر فرمانداریه که هفبش دا بجداری تشاری کنترل کردن مسئول دا بکن. درباره هبون هیزن ارتش ترکیه نوچه باشه که داجی طاهر حسین گفت هیزن ارتش ترکیه سال نودی دا نو آخا عراقی و باشوری کردستانی دهنه لیبل افیزا کنه حال نزدیکی بوسولیه جی مترسیه و ترکیه دخوازه داگر کاریه بکه. بردف که وزارت درباره آمریکای جون کربی واشنگتن کنفرانس که روزنامه‌نوانی پیکانی و تید بحث اپراسیون رزگار کردن موسولی کرد و راگیان درباره اپراسیون دا پیوندین بنابر ترکیه آمریکای دا نینه. جون کربی سرپرست درقا ترکیه دخوازه تبل اپراسیون موسولی به واکد درباره اپراسیون تو پیوندین مب ترکیه را نینه. از جاره که دوباره بکم کمپانی رزگار کردن موسولی پلان عراقیه. حکومت عراقی دی بریاری بده که کیجان هز دی بجداری اپراسیون ببن نه آمریکا. نه ام ویکی دیار دکن اویک مایه هیویو سرکوزیر عراقی هیدار عبادی و هفتیو بوری نونری تایبتی باراک اوباما سروکی آمریکای بریت ماکگیرک تفپیمانیو نو دولتی دژی دایشی دا بحثا شر موسولی و درخواست نوی باجاریش دستی دایشی کرد. ماکگیرک درباره رفش هری مروجلات نوین اوب تایبتی رفش کردان داشتی گوت گفن السر کردان کیم بونه لی اف کتن ارکبریا هف. بریت ماکگیرک راگیاند اپراسیون کنترل کردن موسولی دریدایه. آمریکا سروکتیا کنترل کردن موسولی ناکه بلکه عراقی بخوا بریار دادن که هیزل کی دری وارم بجی کردن و شر بکن. ماکگیرک راگیاند حکمت عراقیش علی هیدار عبادی و تی بریوا برن و حریم کردستان جیش علی کسی که قیرمان و پیشمرگه و کنوی مسعود بارزانی تی بریوا برن. اف دو کس جیب توایی شف دور بونه بلی سردان بارزانی بو بغدای و جوی نویل گل عبادی بو سدم که پلان اپراسیون موسولی بگیجه خلخا یا داوین و پرسگریک چاره سر بود. درباره هجمار وان هیزن که دی بجداری شرط دا بکن نونری تابعیتی اوباما دیار کرد 30,000 چکدار هاتنه آمده کردن کش پیشمرگه و ارتش عراقی پیکتن. درباره حریم کردستانی کرد و رجوای کردستانی داشی ماکگیرک آخوی و واگود دم داگر کنو کوبانی داش علی دایشی و کرد همو یگرتی بون پشتی که پیشنیاری میکرد که هم هفکاریان بگینن کردن کوبانی داکو برگری خوابن مکارید گل علی ترک جی قصاب کن داکو راضی ببن پیشمرگه دم آخوان را در باز ببه لیبلی مدید پشتی کمبون و گفن دایشی سر کردان خو رکبریان حزبی و نبخوی نابر خو زیده تر کرن. ماکگیرک درباره پیکگی داشی آخوی و گود دمو 35 ساله که شر و پیفچون نابر پیکگی و ارتش ترکیه دا بردوام لیبلی هیچ پرسگریک نهاتیه چاره سر کرن. درباره ریا چاره سر کردن پرسگریک نابر کرد و ترکیه داشی نونری اوباما گود آمریکا واد بینه که اگ آریشه پیوسته بریا سیاسی واره چاره سر کرن. تفگیرین ارتش ترکیه سرسینوری نوبر باکور و باشوری کردستان زیده بونه و ترکیه هزک شاندیه نزدیکی سینوری باشوری کردستانی هات راگیاندن که 12 جتمه و کشمار کلشکرین سربازی یه ترکیه هاتن حریم نوچه سلوپی یا شرناخی که سربازگاه که ارتش ترکیه هروا هات گوتن که فیز ارتش ترکیش بود دو معنیان هاتیه نوچه نزدیکی سینوری باشوری کردستانی یک بو پشگریا هزین ترکیه باشقی و یادن جی بو روبروبونو گریلاین پیککی یل شرناخ و
مردینه باشوری کردستان هجماره که نوندن لشکری ترکیه هنه که دیرو که بشه که وانش بو سال 1950 بدگره که برکفتن هاتبونش بو نوبینکاریا شهر نوخواهی پارتی دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی یا کردستانی نوندن لشکری ترکیه پرزگی دهک نوچنگ آنیماسی بگوه با مردی هنه الوان هر سه نوندان 20 تانک 2000 سرباز 10 زریپوش 10 توپین دوراویش و 4 هلیکوپترین سکورسکی و 4 هلیکوپترین آپاچه هنه وزارت درباره عراق گازی بایلوزی ترکیه بغداد فاروق کایماکچی کرد و هشیاری که تند دا ترکیه گور داخلی وزارت کارین درباره عراق وانش برگوتن سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان ین درباره هبون لشکرین ترکیه حریم باشی قایدا بریا بایلوزی ترکیه ی بغداد فاروق کایماکچی هشیاری که تند دانه وی ولاتی سر مجرا هبون لشکرین ترکیه نو آخا عراق دا و هروا بجداربون آنجی بجدار نبون وان هزان شهر موسول دا نوککی تون نوبر بغداد و عراق دا درکتیه سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان 11 جوتمل کنگره ولایت اسلامی دا کل استانبول بریواچو توندیل هم بر گوتن پیشتر جن سرکوزیر عراق حیدر عبادی بر تک نشان دا بو او گوته بو عبادی ند آستاوی دایه و ارتش ترکیه جی ند وی آستی دایه کب گوتن عبادی پاشوا وکشه اردوغان هر وال عبادی را گوته بو جیخا بزانه لمبر وون گوتن اردوغان سرکوزیر عراق تروپیل خواه تورا جواکی یا فیسبوک دا برسی وک تون دا اردوغان حیدر عبادی بزبانه که رخنه راگیاند که راست افنه و که سرکومری ترکیه و سوز دا که عراقی آخوخا رزگار بکن پیشتر سرکوزیر ترکیه بینالی یلدریم جی هم بر گوتنین عبادی بر تکنیشان دا بو و گوتنین عبادی کمدی بناف کرده بو یلدریم راگیان دا بو که لشکرین ترکیه دل باشقه بمینن نوچه فرقینی یا آمدی گریلاین پکیکی براکیتان گیریشی لشکرین ترکیه کرد. گوری آگرین دست پکی دنجام گیریشی دا لشکر کی جیان خوش دست دا و 6 لشکر جی بریندار بون. پشت گیریشی گلک آمبولانس بوجین بیاری هات نشاندن و لشکرین بریندار را کرد نخشخانای. هیزین ترکیه الهریم و بیاری دست اپراسیون که برفره کرد. نوچه چولمیرگی شمزینانی ورول نوچه باشکالی یاوانی دما در بازبون و کاروانی لشکری دا بومبه تقیان و گلک لشکر بریندار بون. شالیدن و سرجا باشکالی اوانی دما در بازبون و کاروان اتومبیل لشکری دا بومبه تقیا. دنجا ما تقینی دا دژگران 8 لشکر بریندار بون. پشتی تقینان هزین اولکاریا ترکی الهریمی اپراسیون دانه دست بکرن. هزین لشکری ترکیه بازار شرناخ دست اپراسیون که برفره کرنه 13 جوتمه هزین لشکری ترکیه بازار شرناخ الهریم بستا و چالنمیجی دیجی پارتی کارکرین کردستانی اپراسیون برفره دانه دست بکرن دو اپراسیون دا ارتش ترکیه جای چالنمیج دادن بر توپان و دنجامی دا آگرب جای کتیه هر وقت جورجورانجی نوبر لشکران و گردان پککی داشی پیفچون درد کردن دنجام وام پیفچون دا لشکر کی ترک جانی خوش دست دابو 4 اندامین هزین لشکری جبرین دار بون هریم بستا بریناش علی پارزگریش چیز نخی و وکی هریم اولکاری یا تایبت هاتو بو را گیاندن تقینا یا که دیجی نوونده که پولیسان شمزینان بیکاتیه 44 لشکرین ترک هاتن کشتن هات را گیاندن که انجام تقینا نه جوتمه شمزینانی دا 44 لشکرین ترک نوونده پولیسان دا هاتن کشتن که گریلان هپگی ین سرپارتی کارکرین کردستانی اف یریشتی خواه کرده بود هیزین پاراستنان گل کشتن سروکی آکی پارتی یه شاخ دجله دریان اکترد هلگرد سرخواه هفتیا بوری هپگی دخینی که نویسکی راگیان که سروکی آکی پارتی یه شاخ دجله دریان اکتر شالی هیزین وان و هاتیه کشتن هپگی دبیجه وان دریان اکتر جبر که خزمتا سیاست فاشیت یا آکی پارتی دکه او سخوری به پارتی کشتنه سرکوزیر ترکی بینالی یلدریم درباره کشتن دریان اکتر دا گفت بکه بیریشین خواهی یلدجی سیاست بدن آکی پارتی کتیه کنه خکنو هجوی گوتنی جگری سروکی آکی پارتی یه شاخیوانی آیدین مشتوی یکشمی نه جوتمه بر دری مول خوراستی گیریش و چکداری هات و جی دا جیان خوش دست دا بود هیزین پاراستنا گلی که باز که لشکری پارتی کارکرین کردستانیه دشم دخینی که دا کشتناوی برپرسی آکی پارتی جیل خواه کرده بود پارتی آزادی کردستان پاک یا باکوری کردستانی توندی رخنل سیاست شهر یا پککی گرد و را گیاند که پککی سیاست خواهانها یا شهر و کشتن ریبرن آکی پارتی ریل بر سیاست ویران کرن کمکشی و تکبرنا دست کفتین گلی کردستانی خوش دردگه
دو روژین بهری دو ریوبرین پای بلند یین آکیپارتی دورین با کوری کردستانی هاتنه کشتن و هیزین پاراستنا گل که باسکی لشکری یه پارتی کارکرین کردستانیه بر پرسیارتی کشتن هر دو ریوبرین آکیپارتی خواگرتیه سروکی گیشتی یه پارتی آزادی کردستانی پاک مصطفی اوججلیک دونزی جتمه دخینی که دا هلوست پارتی خال سرپیشاتی نو اشکره کرد و سیاست شر و کشتن یا پکیکی شرمزار کرد. D'operationen betreffande ریوبرین HDP و DPP دا دیاربکر وان و هکاری دا دو روژان دا هجمارا بنچفکریان گیشت سد بیستان هفسروکین باجیر و نافچین ناوین دیجی دنو دا لگرین مالین ریوبرین هر دو پارتیان دا دومن هروا حتی نها سدمین بنچفکرنش علی رایدرین دولت ترکیه و نهاتی راگیاندن d'operationen کل همبر اندام و ریوبرین پارتی هریمین دموکراتیک و پارتی گلان یا دموکراتیک ها دست بکرن گوری آگاین داوی هجمارا بنچفکرنان گیشت سد بیستان و جبرکو هینجی اپراسیون دوام دکه دبکت ساعتن پیش دو هجمار زیده تر ببه جبر رفش آورده پاریزر نکارن بنچفکریان را هفدیتنه بکن جبر ویجی حتی نا سدم وان بنچفکران نهاتیه هیم بون دوی بیگوتن کد نوا دروژان دا دو ریوبرین AKP هاته بون کشتن و PKK افکریار خسته بون ستیخا پشتی وان هر دو کشتنان اپراسیون دجی ریوبر و هفسروکن هر دو پارتیان دست بکن هفته بوری سروکی روسیه ولادیمیر پوتین سردن ترکیه کرد. فروکه سروکی روسیه ولادیمیر پوتین فروخانه آتا ترکیه استانبولی دانی و جگری سرک وزیر ترکیه نورالدین جانکلو و پارزگر استانبولی واصف شاهین پیشوازی کرد. سروکی روسیه ولادیمیر پوتین گیش استانبولی و بجداری کنگره انرژی جهانی بو و پشت سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را هفدیت پیکانی. ولادیمیر پوتین کنگره انرژی جهانی گوتارک پیشکش کرد. نامزد پارتی دموکرات یا آمریکایی هیلاری کلینتون روز یکشنبه نقاش البجارتنا سرکتی آمریکایی دا گوته بو الگوری که دوی آمریکا چک بده هزین کرد کل سوریه دجی دایشی تدگوشن ترکیه که اندام ناتوی جد بیجه سوریه تروریستین سرکه کردن سرک وزیر بینالی یلدریمت کمبونا جوینا پارتی خیال پارلمنتوی دا هیلاری کلینتون جبرگوتن ویان درباره یپگی دا باوی که تند رخنه کر و دازانین که گوتن کلینتون اتکینینن و زرد ده اتفاقوان یا ناتوی هروا یلدریم اشکره کرد که اگر روزلات فراتی رودانه که تروری پیک به دبکو ترکی یریشی ویدری بکه ارتش ترکی سینوری خوش دایشی پاقش بکه و جنگش علی یپگی و هات نگرتن و درخل سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را گیاند اوری نودن که ستاتوی که کرد سر دست پارتی یکتی دموکراتیک و یکینان پراستنا گل واره اوکرن چارشمی سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان باجاری انقره یا پایتخت ویولاتی بردارید مراسم دست کاربونا هجمانک دادور و سردوزگرین گیشتی ترکیه کرد و تیدا گوتارک پیشکش کرد گوتارک خود اوی بحثا رفشا لسوری و روجوای کردستانی کرد و را گیاند اگر ریب مرا نیدان که ام دوره که آرام لسوری یعنی هریم تامپو بکد ما دی هلوستک توند هبه اردوغان هروا گوت افتا آوایل گلوی یکینین کستاتوی که کردی سوریش آلی پیدی و یپگی واره دامستراندن پشتی هفلا دربای لشکری 15 می شکار درخستن کارمندین دولتی بینو بردوان دکه دگور داخلینی وزارت پرورده 2400 با مستشکار هاتنه درخستن شالی که دن با لجنه بلند یاددگاه دوزگران جی را گیاند که 184 دادگر و دوزگر شکار هاتن درخستن بوی آوایی چارچوبه اپراسیون دجی تفگر فتولا گولن دا هجمان دادگر و دوزگرین کش کار هاتنه درخستن گیشت 3640 کسان پشواکی را گیاند که گریلان وان دوره هفرمان اورجلات کردستانی یریشین هزین ایرانی کرنه و دنجامی دا 6 اندامین هزین ایرانی کشتنه باسکی نشکری پارتی جیان آزادی کردستانی را گیاند که گریلان وان چارشمی 12 جتمه چالاکیه که دجی هزین ایرانی پیکانینه بریارگه یکیناین پراستن اورجلات کردستانی را گیاند که اف چالاکیش بو تولدان کشتن 12 گریلان وان هاتیه پیکانین و دنجامی دا 6 جاشین سرپ حکومت ایرانی و هاتنه کشتن یکیناین پراستن اورجلات کردستانی دازانین که دنجام کی دا گریلای کی جان خوش دست دایه دبشه که دنیا دخینی دا باز کلشکری یا پشاکی را گیاند امسون و پیمان خوب همو شهیدان را جاره کردن دوباره دکن ام دیناین خوینا شهیدین مل عرده بمینه تک کریار کمره اسلامی یا ایرانی و جشن و ببرسیو نایشتن
کمیته یا مافین مروف یا پارلمانت اروپا که بنگه ویل باجار استراسبورگ فرانسایی خلاط بناو واسلاف هاویل روز دشمی دی جوتمی دا کچو ازیدی نادیا مراد یا که اوکه چلاکوانه که مافین مروفان تیناس کرن و یکش قربانین جواک ازدی یا توانین دستین دایشیه خلاط واسلاف هاویل سال 2013 دا شالی جوات یکتی اروپای پارلمانت دادن وی کسی یکو دوباره مافین مروفان دا چلاکین قیمت انجام تابن واسلاف هاویل سروکی بری یک کمره چک بو اف کسی که ناسکری مافین مروف بول اروپا خلاط واسلاف هاویل تایبت مافین مروفانه و یکش گرنگترین خلاط اروپایی و بایوی 60,000 ایورویه هر وقت گل خلاطی جی 60,000 ایورو جیتی بخشاندن نادیا مراد روز 20 ها بوریل جوات گیشتی یا نتوین یگرتی او وک بایلوز نتپاکی هات را گیاندن ابو یکمجنا کرده ازیدی که ناوی بایلوز نتپاکی جیانی ده ورگرد نادیا مراد یک جوان کچین جواک ازدی بو که سی تباخ سال 2014 دا شنگالی مابت خواه کتبو دست جگداری دایشی دا کمکشی دا دایی که 6 برای نادیای هاتبون کشتن و افجی شیل دایشی و هاتبو رواندن و به مهان دستی واندا ما بو پشتی که کاری خوش دستی چکدارین دایشی رزگار بکه برای میدیا چیروکا خواه و یا هزاران کچ و جنین ازیدی جیانی را اشکره کرد دوی چارچوبی داشتی دنجومان آسایش ناف دولتی و نتوان یگرتی دا بومیوان و درباری توانین دایشی دا آخوی و بانک جواکا نم نتوانی کرد سروی کارست و کمکشی مزن بدنگ نمینه رفشنبیر نونرین رخصتدان و چالاکوانین کرد ین روسیه و کافکاسیای جوینا دا مزراندنا کنگره کرد ساز کرد. اف سالک بو 11 کملین کردی رفشنبیر و چالاکوانین کرد ین روسیه، قازاقستان، کرگیستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان آمدکاری دا مزراندنا کنگره کردی دکرن. آرمانجا آواکرنا کنگره کرد آواکرنا همان هنگی و سازکرنا هفکاریا زیدتر گل کردین پرچین دن ین کردستانی و جیهانی. اندومی جوات ریبریا کنگره یوری نابیو گوت نونر و رفشنبیرین کرد ین ولاتین دن ین سویتا بری کنگره دا جید کرن. اف کنگره بری هموتشتی دی پیوندین نو خوب حیث بکه. اندامی جواتاری ببریا کنگره هجاری شامل جی را گیان که دی کنگره دا همین دمی دا کاری دیپلوماتی جی بکه. نیت و آرمانجا اندامین دسته سرکتیا یا کنگره کرد سردان و باشوری کردستانی جی بکن. دنگ و بحثین جیانی سرکی رژیم سوریه به شرست رگیان که افدین و چین خوش تروریستان باقش بکن و وان تروریستان وگرینن ترکی جیکو جهاتنه درباره و یکی سرکی رژیم سوریه به شرست تفیوین خوی روزنامه روسی یا کمسومولسکای پراودا واگود دویم حریم خوش تروری باقش بکن و وان تروریستان بو ترکیه وگرین جیکو جهاتنه اسد دوزانین ترکیه والاتا کی داگرکار رزش سرویری سوریه ناگره اشکره که دستوردان ویل سوریه دا یاساین ناف دولتی بن پیدکه هر وقت بشه که دنیا بیوینه اسد دیار کرد که رزگار کردن باجاری حلبی گوه که گرنگه و دوزانین که رزگار کردن سوریه رزگار کردن حلبی دست پیدکه پاپای واتیکانی پاپا فرانسیس قادا قدیس پدروس اول پیشان هزاران کس دخواست راوستاندن شهر سوریه کرد هر وقت دخواست کرد که ریل پیشا سیویلان وره بکرن داکش نافچین دور بچکری درکبن گوتار خواهی هفتیانی دا پاپای واتیکانی پاپا فرانسیس دخواست سروکین جیانی کرد که ولاتین سیویل بپارزن تایبت زاروکین کش بر شر و پیفچونان هر وقت تو بارانی روجلات باجار حلبی آسیمانه وزیر دروازه بریتانیا دخواست خوپشاندانان دژی روسیه دکه داکو شهر خال سوری راوستینه درباره ناراضیبونا چند ولاتان و هلوست روسیه پشگریا رژیم سوریه دا و تو بارانکرنا باجاری حلبی وزیر دروازه بریتانیا بوریس جونسون دخواست درکتن خوپشاندانان دژی روسیه جونسون جوینا پارلمانتای ولات خواهی که تایبت سررفش باجاری حلبی هاته بو گریدان دا زانین که بلگه هنه که روسیه کاروان آلیکارین مروی کریه آرمانج دا که اف آلیکاری نگیجن نوچین دوربیچ کری هر وقت دخواست روسیه و رژیم سوریه کرد که جیریشون سر باجاری حلبی راوستینن بدف که وزارت دروازه روسیه ماریا زاخارova برسی و بریتانیا داده اتوماتن بریتانیا جوالات ویرا رد که وزیر دروازه بریتانیا بوریس جونسون در پیوینه که خودل گل رادیو یا بی بی سی را واگوته بو دبی تو براگرنا کاروانی آلیکاریان جبر چه وره گرتن جبر کد زانی بون اف آلیکارین سیویلانه و اف جی کرن آرمانج اف یکیجی توانا شهره جونسون دابو زانی که روسیه یک سدمین دشکرنا شهر سوریه و اولاد ریناده شهر دوی واره آلیخوا بدف که وزارت دروازه
درباره روسیه ماریا زاخارова سرمانپر خواهی تویتری برسی و وزیر درباره بریتانیا بوریس جانسون دا او دخیانی وی رد کرن. 12 می آگربست سوری نوبر وزیر درباره روسی سرگئی لاوروف و وزیر درباره آمریکای جون کری دا هاتبو را گیاندن. 12 می داوی بو پشت وی ارتش سوری و روسیه دست اپراسیون خال سر رجلات حلب کردن. Komele gishti yönetimin yekbuyi ko set nutsi devlet te da endamın dınapir Antonio Guterres ye Portugali ve ke sekretari nu ye netavoyin yekirti dest nişan kar. Peşemi sizde jutme komele gishti yönetimin yekbuyi bu gengeşekrin u pesendkirin o peşniyara haftaya çuyi ya encüman asayişa nav devleti bu diyarkirin Antonio Guterres ve ke sekretari nu ye netavoyin yekbuyi kombu. Antonio Guterres temeni 6 hafte sali daya u peştir nabera salin 2005 hatta 2015 وقتی کمیساری بلند یه نتابین یک بوی یه بو کاروباری کوچبران کار کردیه. آنتونی گوتیر سرواش سال 1950 حتی 2002 سالی سرکوزیری ولاتی پرتغالی بویه. سکرتاری نوی نتوان یگرتی دیش دست بیکو سال 2017 به دست کاری خوابه که. آنتونی گوتیرس 3 نیسان 1949 سالی اجدایک بویه و خلقی پرتغالیه. دنوبر سال 1950 حتی 2002 سرکوزیری پرتغالی بویه. هر وقت حزیران سال 2050 حتی قانون سال 2015 وقتی کمیساری بلند یه نتابین یک بوی بو کاروبارین کوچبران خبتیه. 13 جوتمه 2016 دا وقتی سکرتاری نتابین یک بوی هات هلبجارتن. سکرتاری نو دیگه 5 سالان سروی کاری به. دارین هجا اما بو وشانا دنگو بحث نفته که شهر 4 پرچین کردستان و کردن دیاسپوروی هروا نوچین نامنتوی جاره که دن هفتیاتی دیسال سروی ناوی نشانی بنجام نوچین هفته که امی راستی هبین آمده کار او روبرو برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیو یا تزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمین نوخیر و خوشیده